بریم که راجع به کتاب‌های آذر 402 حرف بزنیم. خیلی سریع بگم که من کتابا رو مثل همیشه به 2 نفر هدیه میدم، یه نفر از یوتیوب و یه نفر از اینستاگرام. توی یوتیوب کانالم سابسکرایب کنید و توی کامنت های این ویدیو بنویسید که مشتاقید این کتابا رو بخونید. توی اینستاگرام هم صفحه‌مو فالو کنید، همین کامنتی که گفتم رو بنویسید و این ویدیو رو استوری و منو منشن کنید که استوریتون رو ببینم. خب از کدوم شروع کنم؟ این ماه از لحاظ تعداد کم کتاب خوندم، ولی اینایی که خوندم رو خیلی دوست داشتم. بذارید اول از این بگم که معرفیش سریع‌تره و بعد برم سراغ اونایی که خیلی حرف دارن راجبشون. کتاب زندگی‌های خصوصی که نمایشنامه است و نشر قطره چاپش کرده، از مجموعه دیوار چهارم. قبلا از این مجموعه متهم رو هم خوندم و بهتون معرفی کردم. دیوار چهارم مجموعه نمایشنامه‌های انگلیسی نشر قطره است که اینجا تو این تصویر فکر کنم دارید می‌بینید. این سفیدایی که پشت سرم چیدم تو این کتابخونه جدیده، اینا نمایشنامه‌های دیوار چهارمه. حالا موضوع این نمایشنامه چیه؟ درباره یک زن و شوهریه که از هم طلاق گرفتن، دوباره ازدواج کردن و با همسران جدیدشون رفتن ماحصل. توی این ماحصل دوباره اینا همو میبینن و از همون اول نمایشنامه تو دیالوگاشون با اون همسرهای جدیدشون هم میبینیم که با اون آدم جدیده هم خیلی خوشحال نیستن، با اون هم یه دعواها و کشمکش‌هایی دارن. وقتی که اینا خودشون دوباره همدیگه رو پیدا میکنن، احساس میکنن که خب اون عشقشون یه جورایی نیمه کاره مونده و باید یه شانس دوباره به هم بدن، دوباره به هم برگردن. اینا با هم فرار میکنن. دیگه بقیه نمایش رو نمیگم چون خیلی کوتاه، 114 صفحه است، میخوام که خودتون بخونید. در کل من عاشق داستان‌هایی ام که درباره روابط بین زوج هاست، بین زن و مردها توی رابطه، دعواهایی که با هم دارن، ایرادهایی که به هم میگیرن. خیلی چیزا توی این دیالوگ ها مشخص میشه، خیلی روانشناسی جالبی پشتشه و توی دیالوگ هاشون به وضوح میبینید که یه گره های کوری هست که هیچ وقت تلاشی برای باز کردنش نکردن و فقط نادیده گرفتنش و انکارش کردن و خب الان دارن چوب همون رو میخورن. یعنی هی محکومن به تکرار دوباره و دوباره این موقعیت ها، انگار توی لوپی گیر کردن و اصلا نمیتونن ازش در بیان. نمایشنامه خیلی جمع و جور و پر از حرفیه. تقریبا تمام نمایشنامه های دیوار چهارم این ویژگی رو دارن. بازم تاکید میکنم که اگر خیلی اهل نمایشنامه نیستید حتما برید سراغش. خاصیتش اینه که توی یه نشست خونده میشه، یعنی توصیه‌ام اینه که توی یه نشست بخونید، انگار که واقعا رفتید تو سالن تئاتر 2 ساعت توی سالن نشستید و یه نمایش رو زنده دیدید. این حس رو بهتون میده. و اینکه خب یه کتاب رو تموم میکنید توی یه مدت کوتاه خیلی حس خوبیه. پس این از زندگی‌های خصوصی. و کتاب بعدی یک عشق سوان از مارسل پروسته که راجع به این خیلی حرف دارم. نمیدونم از کجا شروع کنم الان. بذارید اول برای کسایی که نمیدونن بگم که این داستان چیه و از کجا اومده. یک عشق سوان یا ان موغ دو سوان در واقع یه بخشی از جلد اول در جستجوی زمان از دست رفته است، همون رمان 7 جلدی معروف پروست که همه کتابخونه آرزوی خوندنشو دارن. منم این 7 جلدی رو دارم ولی خب طبیعتاً فعلا جرئت نمی‌کنم برم سراغش، فکر می‌کنم هنوز آمادگیشو ندارم. ولی این داستان عشق سوان اینقدر خودش داستان مستقلیه که به صورت یک کتاب جدا و مستقل هم چاپ میشه توی فرانسه. داستانش رو خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، ماجرای عشق سوانه. سوان یک مرد ثروتمند از طبقه اشرافه که عاشق اودت میشه. اودت یک زن هرزه است، یا کلمه‌ای که توی فرانسه براش به کار میبره اینه، کوکوت. اودت روسپی بوده ولی از اون روسپی هایی که طبقه اجتماعی بالایی دارن، از طبقه پایین و فرودست جامعه نیست. من هنوز این کتابو تموم نکردم و خب طبیعتاً هنوز خیلی حرف داریم راجبش، ولی این که اصلا چی شد اومدم سراغش هم جالبه. حدوداً 2-3 سال پیش ندا، دوست صمیمی من که خیلیاتون میشناسیدش، داشت ارشد ادبیات فرانسه یه دانشگاه شهید بهشتی رو میخوند و یکی از درساشون نقد و بررسی و تحلیل این داستان بود و اون موقع خیلی ازش برای من حرف میزد، اینکه داستانش چیه، چیا دارن راجبش میخونن، چه چیزهایی داره براش مینویسه، برای اون کلاسه چه کارهایی انجام میده و اینها. و خلاصه این کتاب برای من پیوند خورده با خاطره اون روزها با ندا و دوستیمون و اون صحبت‌های طولانیمون. من اصلا نمیدونستم که این داستان جدا ترجمه و چاپ شده و اولین باری که رفتم دفتر نشر قطره توی قفسه هاشون دیدمش و از همون موقع برش داشتم که به خاطر ندا این داستان رو بخونم. الانم که ندا داره فرانسه درس میخونه و خیلی ازم دوره، ولی خبر خوب این که داره به زودی میاد، توی دی ماه میادش و ازش قول گرفتم که یه ویدیو بسازیم با هم راجع به این کتاب حرف بزنیم، یعنی در واقع اون بیشتر حرف بزنه. فکر کنم خیلی ویدیو جالبی بشه. این رو هم فکر کنم همه راجع به پروست میدونن، ولی باز تاکید کنم که پروست جمله‌های خیلی طولانی و بعضا پیچیده‌ای داره. خوندنش خیلی راحت نیست ولی اونقدرها سخت و نشدنی هم نیست، یعنی یه مقدار صبوری و تمرکز بالا میخواد، ولی خب فکر میکنم این کتاب اصلا شروع خوبیه
برای ورود به دنیای پروست. میتونید مثلا اینو بخونید، ببینید با سبکش ارتباط میگیرید، وقتی تموم میشه داستان چه تأثیری روتون میذاره، آیا میخواید ادامه بدید، دلتون میخواد سراغ جستجو هم برید یا نه. نگاهم افتاد به اونجا که جستجو رو گذاشتم. دیگه بقیه توضیحات تو ویدیوهای بعدی میگم. فقط راجع به ترجمه هم این که فکر میکنم ترجمه خیلی خوبی داره، چون خانم هایری خودشون متخصص ترجمه از زبان فرانسه هستن و پروست رو هم خیلی خوب میشناسن. یه اثر تالیفی هم راجع به پروست دارن که فکر میکنم تز دکتراشون بوده. برای همین از ترجمه هم خیالم راحته و خیال شما هم راحت باشه. بریم سراغ کتاب بعدی که یه کتاب از مارکزه. من بالاخره بعد از مدت‌ها اومدم دوباره سراغ مارکز. یه نصف شبی بود، خوابم نمی‌برد و نمی‌دونستم چی کار کنم. از اتاق پا شدم اومدم بیرون و جلوی کتابخونم همینطور داشتم کتابا رو نگاه می‌کردم ببینم چی چشمو میگیره، چی رو بردارم و خیلی واقعا در کسری از ثانیه دستم رفت سراغ این و برش داشتم، چون مدت‌ها بود می‌خواستم بخونمش. سپیده عزیزم معرفیش کرده بود، مرسی سپیده. خیلی ازش تعریف کرده بود، از اون موقع هی تو ذهنم بود که زودتر برم سراغش. اسمش خیلی طولانیه، داستان غم انگیز و باور نکردنی ارندیرای ساده دل و مادر بزرگ سنگدلش. مترجمش هم که بهمن فرزانه است که اصلا یه مجموعه بی‌نقص و بی‌نظیر میشه واقعا. 7 داستان کوتاهه و بخوام بهتون بگم چطوریه، اگر 100 سال تنهایی رو خوندین میتونم بگم که داستاناش خیلی توی فضای همون 100 سال تنهایی و ماکوندو و اینا، اون رئالیسم جادویی تقریبا توی تمام داستاناش هست و یکی از یکی لذت بخشتر و زیباتر، عجیبتر. راجع به مارکز خیلی من احساساتیم، یعنی اصلا همینطور که دارید میبینید اصلا میجوشه احساسات، چون با تک تک کلمه هاش و جمله هاش واقعا تمام سلول هام به وجد میاد. بعضی وقتا یک جمله مثلا 3 کلمه ای رو انقدر روش میمونم و بهش فکر میکنم و هایلایتش میکنم. خیلی خیلی زیباست. یه توصیفایی داره که فقط و فقط از مارکز برمیاد این توصیف ها. من تک تک داستانا رو خیلی دوست داشتم، ولی این داستان آخرین سفر کشتی خیالی، آقای بسیار پیر با بالهای بزرگ، اینا رو خیلی بیشتر. یه داستان دیگه داره، مرگ مدام در ماورای عشق، خیلی اسم زیبایی داره و شخصیت سناتور توی این داستان یه ذره شما رو یاد اون پدرسالار توی پاییز پدرسالار میندازه، اون دیکتاتور پیر با اون رفتارهای عجیب و غریبی که داشت. و داستان آخرش هم که هم اسم کتابه، داستان ارندیرا، این هم یه جورایی انگار یه اسپینافی از یه ماجرای کوچولو توی 100 سال تنهاییه. یعنی این مادر بزرگه و دخترش ارندیرا رو ما توی 100 سال تنهایی داشتیم. اگه یادتون باشه توی اون بازارچه‌شون، توی اون میکده کاتارینو، یه مادر بزرگی با نوه جوونش اومده بودن و مادر بزرگه دم در نشسته بود، پول میگرفت از مردا که مردا رو بفرسته سراغ این دختره و اونجا خیلی کوتاه گذشتهشون رو تعریف کرده بود که این دختره یه خسارتی به مامان بزرگ وارد کرده، خونه زندگیشون رو آتیش زده و الان مادر بزرگه داره خسارت اون اتفاق رو از این دختره میگیره. که اونجا فکر می‌کنم سرهنگ بود، سرهنگ آورلیانو میره سراغ این دختر، پول رو هم میده به مامان بزرگه و میره داخل، میبینه این دختر 14 ساله اصلا بچه است و هیچ کاری نمیکنه، پولو هم پس نمیگیره، همونطوری میاد بیرون و تصمیم میگیره که بره فرداش مثلا این دختر رو بگیره، از دست این مادر بزرگ نجات بده و مثلا همسر خودش بکنه و اینها. ولی فرداش که میره میبینه اینا رفتن. خیلی مثلا حالا ادامه ماجراهاشون، ادامه این سفر مامان بزرگه با این دختره توی این داستانه که خیلی خیلی هم غم انگیزه، ولی پایانشو خیلی دوست داشتم. دیگه اسپویل نمی‌کنم براتون، بخونید این مجموعه رو و لذتشو ببرید. مارکزه، اصلا دیگه چی بگم راجبش، مارکزه، بخونید و قول میدم که ازش خوشتون میاد. اگر 100 سال تنهایی رو نخوندین بخونید، یه مقداری با حال و هوا و فضا سازی های مارکز آشنا میشید. اگر هم که 100 سال تنهایی رو خوندین که این دیگه براتون چی میگن، عیش مضاعفه، واقعا خیلی لذت میبرید ازش. این هم از کتاب‌های این ماه. پس یادتون نره اگر میخواید این کتابا رو بخونید توی کامنت ها برام بنویسید که میخواید این کتابا رو داشته باشین و بخونید، و اگر این کتاب‌ها رو دارید یا فکر می‌کنید الان نمیخواید پروست بخونید، میتونید از کتاب‌های دیگه‌ای که تا حالا از نشر قطره معرفی کردم برام بنویسید. هنوز با نشر ثالث صحبت نکردم ببینم این کتاب رو بهمون هدیه میده یا نه، ولی حالا اگر نداد همین رو از طرف خودم براتون میذارم. دیگه همین، پس هدیه ها شد از طرف نشر قطره و نشر ثالث یا احتمالا خودم. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین و تا ویدیوهای بعدی خدافظ.